سلام عرض میکنم خدمتتون، وقتتون بخیر باشه. قراره در این پارت با همدیگه روابط بین ریشه های معادله درجه دو رو بررسی بکنیم. سوالاتی که به ما یک معادله درجه دو داده میشه و یک سری رابطه بین ریشه ها از ما پرسیده میشه. بچه‌ها این صفحه به شدت مهمه برای یادگیری و حل تست صفحات بعدی. پس خیلی خوب با من همراه باشین این صفحه رو. ممکنه از این صفحه یک تست مجزا هم داشته باشیم ولی صفحه های بعدی پیش نیازشون دقیقاً همین صفحه است. این یک توضیح بعدی که راجع به این صفحه میخوام بهتون بدم بچه ها اینه که ما بین ریشه ها خودمون تا قبل از این صفحه چه رابطه‌ای بلدیم. یه S بلدیم که میشه مجموع ریشه ها، یه P بلدیم ضرب ریشه ها و یک D بلدیم تفاضل ریشه ها. پس ما این روابط رو بین ریشه ها خودمون بلدیم، اما میخوایم به روابط بیشتری برسیم. مثلا آلفا 2 به اضافه بتا 2، مثلا آلفا 3 به اضافه بتا 3، رادیکال آلفا به اضافه رادیکال بتا. میخوایم به این روابط برسیم. پس ما با بلد بودن یک S که میشه منفی بی اوم، یک P که میشه سی اوم که میشه 2، چون بچه رابطه هاشو قبلا نوشتم بلدین دیگه، تو مبانی پایه هم گفتم، و یک D که میشه رادیکال دلتا به روی آ که الان تو این سوال میشه 16 B2 16 منهای 4 برابر اولی در آخری که میشه 16 منهای 8 که میشه رادیکال 8 یا 2 رادیکال 2. ما اینا رو بلدیم و با بلد بودن اینها میخواهیم این روابط رو به دست بیاریم. خب اسم این روابط چیه که من اسمشو گذاشتم تیپ 1؟ سوالاتی هستند یا روابطی هستند متقارن، خلوت و قابل تبدیل به S و P. آقای سلمانی متوجه نشدم. ببین منظورت از متقارن چی آقای سلمانی؟ ببین وقتی میگیم رابطه متقارن یعنی همون بلاها یا همون اتفاقاتی که روی آلفا افتاده، میبینی روی آلفا افتاده روی بتا هم افتاده. آلفا 2 بتا 2، آلفا 3 بتا 3، رادیکال آلفا رادیکال بتا. میبینی هر اتفاقی که روی آلفا افتاده روی بتا هم افتاده. در نتیجه نکته که شما باید بلد باشیم بچه ها اینه که ما میخوایم اینا رو با استفاده از اتحادها، با استفاده از هر کاری که بلدیم تبدیلشون کنیم به اون ستایی که اون بالا براتون نوشتم. حالا S P دیه. رادیکال آلفا به اضافه رادیکال بتا، آلفا 2 به اضافه بتا 2 رو خب ما اگه بخوایم با استفاده از اتحادها توانش رو بیاریم پایین، این همون آلفا به اضافه بتا به توان 2 منهای 2 تا آلفا بتا. آلفا به اضافه بتا به توان 2 منهای 2 تا آلفا بتا که بچه آلفا به اضافه بتا میشه S به توان 2 منهای 2 تا P که الان مثلا خواستین جوابش رو اعلام بکنید. S به توان 2 میشه 16، 2 تا هم میشه 4 تا، جوابش میشه 12. پس من اومدم آلفا 2 به اضافه بتا 2 مثل آ 2 به اضافه بی 2 تو قسمت اتحادها بهتون درس دادم دیگه، هم توی مبانی پایه هم در قسمت عبارتهای جبری کامل بهتون تدریس شده این موضوع که آ 2 به اضافه بی 2 برعکس مربع کامل بنویسم آ به اضافه بی به توان 2 منهای 2 تا اولی در دومی. به این صورت میشه بچه ها. خب اما آلفا 3 به اضافه بتا 3 یعنی چی؟ بچه فارسی اینا هم بلد باشین ضرر نداره ها. به توان دوش میگم مجموع مربعات یا مجذورات ریشه ها. حواستون باشه کلمه مجذور یعنی توان 2، یعنی مثلا مجذور ریشه یعنی آلفا 2، رادیکال آلفا نیست. یه موقع این داستان رو سوتی ندین خواهشن. اوکی بچه ها. خب این از اینجا. آلفا 3 به اضافه بتا 3 چی میشه؟ بچه آلفا 3 به اضافه بتا 3 میشه آلفا به اضافه بتا به توان 3 منهای 3 تا آلفا بتا
در آلفای به اضافه بتا. بچه‌هایی که عبارت‌های جبری رو دیدن میدونن این چجوری به وجود اومده. این همون آی به اضافه بی به توان 3 که 3A2B 3AB2 ازش کم شده که از یه دونه 3AB فاکتور گرفتم کلا به این صورت در اومده که این در حالت کلی بچه‌ها میشه S3 منهای 3PS که میشه مجموع مکعبات ریشه ها S منهای 3PS که بچه جواب نهاییش رو اگر خواستین S به توان 3 برسه میشه 64 منهای 3 برابر P3 2 تا 6 تا ضرب در 4 بشه میشه 24 که جواب نهاییش هم میشه عدد 40. 64 منهای 24 میشه 40. اما بریم سراغ پایینی. رادیکال آلفا به اضافه رادیکال بتا چی میشه؟ بچه ها اگر که مجموع دوتا رادیکال رو ازتون پرسیده بودن روی ریشه ها، کاری که شما کلا باید بکنید اینه این رو برابر با یک علامت سوال بذارین. خب بعد طرفینش رو به توان 2 برسونید. پس چی شد؟ هر موقع که ازتون مجموعه رادیکالی پرسیدن مساویه با علامت سوال بذارین به توان 2 برسونید که اتفاقی که میفته میشه آلفا به اضافه بتا. بچه کار تموم نشده ها. دو تا چیز رو میخوای به توان 2 برسونی، فقط آ2 بی 2 آلفا بتا. آره مبانی پای ندیدی؟ ببینی ها آقا با تو هم آی به اضافه بی به توان 2 فقط نمیشه آ2 به اضافه بی 2 با تو هم. خب چی میشه؟ رادیکال آلفا به توان 2 میرسه آلفا، رادیکال بتا به توان 2 میرسه بتا، 2 برابر اولی در دومی یعنی 2 تا رادیکال آلفا بتا مساوی میشه با علامت سوال به توان 2 که بچه آلفای به اضافه بتا بالا پیدا کرده بودم 4 درسته؟ آلفای ضرب در بتا هم همون پیه که میشه 2. پس این میشه 4 به اضافه 2 رادیکال 2 مساویه با علامت سوال به توان 2. برای اینکه علامت سوال بپره ازش یه جذر باید بگیریم. پس بچه یه موردی رو حواستون باشه، ما وقتی که به توان 2 میرسونیم علامت سوال به توان 2 رو به دست آوردیم. برای مرحله نهایی برای به دست آوردن علامت سوال کافی از طرفین یه جذر بگیریم، میشه رادیکال 4 به اضافه 2 رادیکال 2. خب بریم سراغ بعدی. آلفا بتا به اضافه بتا آلفا این چی میشه؟ گفتم هر موقع رادیکال دیدی باید چیکار بکنی؟ بگو یه بار. رادیکال دیدی باید مساویه با علامت سوال بذاری طرفین رو به توان 2 برسونی. اگر که کسر دیدی همیشه باید مخرج مشترک بگیری. اوکی بچه، مخرج مشترک اینجا چی میشه؟ میشه آلفا ضرب در بتا بالا میشه آلفا 2 به اضافه بتا 2. آلفا 2 به اضافه بتا 2 ترجیح هم بچه بلدش هم باشیم ضرر نداره، میشه استومنهای 2p، پایینم که میشه p که دیگه محاسبش مشکلی نداره. به نظر من شما هم بچه حساب کنید استومنهای 2p که اصلا بالا خودم زحمت کشیدم حساب کردم، بذار بنویسمش دیگه. میشه 12 p پایین هم چقدر میشه بچه؟ p2 کلا جوابش میشه عدد 6. 12 دوم میشه عدد 6. به این صورت میشه. خب اما آقای سلمانی مثال 24 رو چیکار میکنیم؟ بچه‌ها مثال 24 خودتون باشین خدایی از لحاظ عقلانی چیکار میکنین؟ من حرفی نمیزنم. برای محاسبه این از لحاظ عقلانی چیکار میکنین؟ فاکتور میگیرین دیگه. یعنی از یه دونه آلفا بتا فاکتور میگیرم میشه آلفا به علاوه بتا که این مساوی میشه با آلفا ضرب در بتا میشه 2 ضرب در آلفا به اضافه بتا هم میشه 4. 2 ضرب در 4 جوابش میشه عدد 8. به این صورت میشه. بریم سوال بعدی. این چی میشه؟ اینو مساویه با بچه دوباره رادیکال داره دیگه. نه گفتم هر موقع رادیکال داره چیکار میکنی؟ یه علامت سوال میذاریم طرفینش رو به توان 2 میرسونیم. خب چی میشه؟ میشه اولی به توان 2 آلفا 2 بتا به علاوه دومی به توان 2 بتا 2 آلفا به علاوه 2 برابر اولی در دومی 2 تا آلفا بتا رادیکال آلفا بتا مساویه با علامت سوال به توان 2.
بچه اینجا رو بخوایم حساب بکنیم از یه آلفا بتا فاکتور میگیریم. از اولی میمونه آلفا، از بعدی میمونه بتا به اضافه 2 تا آلفا بتا رادیکال آلفا بتا. خب فقط دقت کن، اینو میخوای حساب بکنی حساب میکنی، این میشه علامت سوال به توان دوت که تو تهش باید یه چی بگیری، جذر بگیری. الان من اینو حساب بکنم براتون. بچه آلفا بتامون چنده؟ آلفای ضرب در بتا 2، آلفای ضرب در بتا 2، پس من اینجا 2 میذارم، ضرب در آلفای به اضافه بتا 4 به اضافه 2 ضرب در این هم که 2 بود دیگه 2 تا، این هم میشه رادیکال 2، یعنی کلا جوابش میشه 8 به اضافه 4 رادیکال 2. باید حواست باشه که این همون علامت سوال به توان 2 توه. قبول؟ اگر خود شخص علامت سوال رو خواستی، شخص خود علامت سوال میشه جذر همین، یعنی رادیکال 8 به علاوه 4 رادیکال 2. به این صورت میشه. پس ما یه سری رابطه بچه ها یاد گرفتیم بین ریشه ها، به اینا میگن روابط متقارن یا بهش بچه ها روابط معروف هم گفته میشه. به این تیپ روابط معروف هم گفته میشه، یعنی دیگه مثلا اینقدر خزه و تکرار شده که ما بهش میگیم روابط معروف. میشه روابطی که خیلی تا الان تکرار شده، مثلا آلفا 2 به اضافه بتا 2 جمع مربعات ریشه ها اس منهای 2 پی، مجموع مکعبات ریشه ها اس منهای 3 پی اس، خیلی تکرار شدن اینا. یا مثلا رادیکال آلفا به اضافه رادیکال بتا بلدیم حسابش بکنیم، یعنی علامت سوال میذاریم یه توان 2 میرسیم کارش در میاد، کاری نداره. آلفا بتا به اضافه بتا آلفا مخرج مشترک باید بگیم، همیشه دوتا که همیشه مثلا یک آلفا به اضافه یک بتا مخرج مشترک میگیریم. رادیکال همیشه مثلا با علامت سوال میذاریم به توان 2 میرسونیم. اینا معادلات دیگه معروف، روابط معادله نه، روابط معروفی بین ریشه ها هستن که باید بلدشون باشیم. اوکی. اما تیپ دوم، مثلا من معادله رو بنویسم. معادلمون x2 منهای 4x به علاوه 2 مساویه با 0. این معادلمون بود. خب ببینید بچه ها، تیپ 2 روابطش رو نگاه بکنید، اصلا استایل روابط رو نگاه بکنید، اصلا این استایل شبیه این استایل نیست. خب باید چی کار بکنید؟ ببینید بچه ها، در تیپ دوم قرار روابط غیر معروف، غیر متقارن، غیر قابل تبدیل به اسوپی. یعنی مثلا تو مثال 27 خب من دارم آلفا 2 منهای 4 بتا، من این رو به همین ظاهر نمیتونم با هیچ اتحادی، با هیچ نمیدونم فرایندی به توان 2 برسونم، فاکتور بگیرم، با هیچ فرایندی نمیتونم این رو از تو دلش اسوپی بکشم بیرون. اوکی. یا اصلا مثال 26 بچه اصلا بتایی نداریم که بخوایم اسوپی بکشیم بیرون. گرفتین چی میگم؟ پس یه سری روابط هستن که متقارنن، خلوتن، چیزی نداره بنده خدا، قابل تبدیل به اسوپیه، یا اصلا معروف، ما واسش نکته بلدیم، اما هیچ کدوم از اینا معروف نیستن، نکته براش بلد نیستیم، متقارن نیستش. خب باید چی کار بکنیم؟ روش تیپ 2 برای محاسبه اینا میشه استفاده از معادله. بایستم یعنی چی؟ بچه ها قبول دارین آلفا ریشه معادله است؟ خب ریشه معادله یعنی چی؟ یعنی باید در معادله صدق بکنه. طبیعیه دیگه. من میرم آلفا رو میذارم توی معادلم، صدق میدم در معادلم، میشه آلفا 2 منهای 4 آلفا به اضافه 2 مساویه با 0. وقتی که داری از معادلت استفاده میکنی، ریشتو گذاشتی تو معادله، یه رابطه ای شد. الان آلفا 2 منهای 4 آلفا به اضافه 2 مساویه با 0. یه تیکه از حکمت رو،
حکم یعنی چی؟ یعنی اون رابطه که ازت پرسیده، گفته برو حاصل آلفا 2 منهای 4 آلفا به اضافه 5 را به دست بیار، یعنی یه همچین معادله بهت داده، گفته حاصل این را به دست بیار. میری یه تیکه از حکمت رو در این رابطه که نوشتی که ریشه رو انداختی تو معادله برابر با 0 دیگه، یه تیکه رو ازش پیدا میکنی، میگه آقا من اینجا دارم آلفا 2 منهای 4 آلفا، اینجا چی دارم؟ آلفا 2 منهای 4 آلفا. یعنی یه تیکه از اون عبارتی که ازت پرسیده رو میری در معادلت پیدا میکنی. اوکی؟ حالا چی میشه؟ از اینجا آلفا 2 منهای 4 آلفا مساوی میشه با منفی 2. آلفا 2 منهای 4، اون تیکه‌ای که پرسیده بود رو جدا کردم، دوشو انداختم این طرف. پس به جای این یه تیکه من میتونم بذارم منفی 2 به علاوه 5، جواب میشه 3. منفی 2 به اضافه 5 جواب میشه 3. خب معادله پایینی آلفا 2 منهای 4 بتا رو پرسیده، دوباره نامتقارن شلوغ، چیزی براش بلد نیستم. خب چی میگم؟ دوباره میگم آلفا رو میندازم تو معادله، میشه آلفا 2 منهای 4 آلفا به اضافه 2 مساویه با 0. یه تیکه از حکمت رو در این معادله‌ای که نوشتی پیدا میکنی. الان اینجا تو چی داری عزیز من؟ تو آلفا 2 داری، اینجا هم آلفا 2 رو جدا میکنی، یعنی آلفا 2 رو مثلا این طرف نگه میدارم، میشه 4 آلفا منهای 2، به جا اون میذارم 4 آلفا منهای 2 منهای 4 بتا منهای 2. خب چی میشه؟ برای محاسبه این از یه دونه 4 فاکتور میگیرم، میشه آلفا منهای بتا منهای 2 مساوی میشه با 4 در. خب به جای آلفا منهای بتا باید دی بذارم دیگه، دی هم که پیدا کرده بودم 2 رادیکال 2. کلان جوابش میشه 8 رادیکال 2 منهای 2. پس قلق کار اینه، رابطت که نامتقارنه باید بری از معادلت استفاده کنی، یه ذره ساده ترش بکنی. کلا اگر یه موقع رابطه‌ای که ازت پرسید شبیه معادلت بود، میتونی ریشه رو بندازی تو معادلت، اون تیکه‌ای که شبیه رو جدا بکنی و بقیه کار رو انجام بدی. خب اینجا آلفا 3 به اضافه 4 بتا 2 منهای 2 بتا، دوباره رابطه نامتقارن شلوغ معروف نیست، باید از معادله استفاده کنم. یکی از ریش‌ها رو میندازم تو معادله. آقای سلمانی کدومو بندازیم تو معادله؟ فرقی نمیکنه، ولی من توصیه‌ام بهت اینه که اونیو بندازی تو معادله که اتفاقات بیشتری رو اون ریشه افتاده، یعنی اونیو بندازی تو معادله که سرش شلوغ‌تره اصطلاحاً. مثلا تو مثال 27 فرقی نمیکنه، یا آلفا بنداز یا بتا، مهم نیست. خب ولی تو مثال 28 یه آلفا 3 دارم، یه 4 بتا 2 منهای 2 بتا دارم، الان هم فرقی نمیکنه کدومو بندازی ها. الان نمیخوام بگم مثلا آلفا بندازی نمیشه، ولی خب بتا باحال تره دیگه، یعنی بتای چون سرش شلوغ تره یه بتا بندازیم تو معادلتون. بچه اگر بتا بندازیم تو معادلمون میشه بتا 2 منهای 4 بتا به اضافه 2 مساویه با 0. خب ببینید من اینجا 4 بتا 2 منهای 2 بتا میخوام، ولی اینجا خب یه ذره متفاوته دیگه. چی کار میکنم؟ میام بتا 2 رو اینور نگه میدارم، میشه 4 بتا منهای 2. خب ولی من 4 بتا 2 منهای 2 بتا میخوام. خب یعنی این سمت راستش باید یه بتا بهش اضافه بشه، یعنی اضافه که نه، یه ضرب در بتا بشه. خب پس من میام طرفین این رو ضرب در بتا میکنم. پس ببین من دارم حکمم رو میسازم. پس همیشه هم اینجوری نیست تو انداختی هلو بیاد بگی بیا ما ظاهر شد، نه، تو ریشتو میندازی، اگر شد که شد فبحل مراد، اگر که نشد باید ساخته بشه، حالا ضرب در عددی بشه چیزی بشه، کارو باید در بیاری دیگه. اوکی 4 بتا 3 منهای 2 بتا، نگاه کن شبیه اینه، چی کم داره؟ اینا یه بتا کم دارن جفتشون، یه بتا ضرب میکنم. پس بتا 3 مساوی میشه با 4 بتا 2 منهای 2 بتا. پس به جای این یه تیکه کلا چی میذارم؟ بتا 3. پس کلا میشه آلفا 3
به علاوه بتا 3 که بچه آلفا 3 به اضافه بتا 3 چی میشه؟ S3 منهای 3PS. بلدیم دیگه، به چه کل اون گذاشتیم بتا 3 تبدیل شد آلفا 3 به اضافه بتا 3 که میشه S3 منهای 3PS. خب معادله پایین یه راهنمایی بکنم. این اصلا ربطی به استفاده از معادله نداره. حالا الان بهتون میگم چرا. خدای خیلی مثال خفنیه. چرا هم حالا میگم ربط استفاده از معادله نداره؟ اول اینکه نامتقارنه، خب معروف هم نیست، ولی اینو استثنا نمی‌تونی از معادله حلش بکنی. چرا؟ چون ضریب ها متفاوته و اصلا هیچ قسمتیش هم شبیه معادلت نیست. یعنی درسته توی 4 بتا داری، ولی خب بتا بندازی اون تو منهای 4 بتات میشه بتا 2 به اضافه 2، کثیف‌تر میشه اصلا. نه، برای پیدا کردن 10 آلفا منهای 4 بتا از معادله نمیتونی استفاده کنی. کسی میتونه یه ذره ویدیو نگه داری، نمه فکر کن به نظرت برای پیدا کردن 10 آلفا منهای 4 بتا چی کار میشه کرد؟ یه نمه فکر کن، یه نمه خداییش فکر کن خودت، ببین چی میشه. پوست دست ما اثرات باشگاه. البته میله بارفیکسو که میگیری خدای باشگاه برین، یا اگه هم نمیرسین برین واسه کنکور، چی کنید؟ خونه ورزش بکنید. یعنی ورزشتون رو اصلا قطع نکنید، چون ورزش یه سری هورمونینا ترشح میکنه، مخصوصا ورزش صبح. واقعا میگم، یعنی بعد خواب که بیدار شدین، خب ورزش صبحگاهی خیلی به دردتون میخوره، خیلی اصلا. حواستون باشه. نمسین. خب بریم بچه ها، خودتون تونستین یا نتونستین؟ برای محاسبه میدونی باید چی کار بکنی؟ ضریبا رو نگاه کن. این ضریب 10، این ضریب چنده؟ 4. وسط 10 و 4 رو حساب کن. وسط 10 و 4 چنده؟ 7. درسته؟ 10 به اضافه 4 میشه 14، تصمیماتون میشه 10 آلفا رو بنویس 7 آلفا به اضافه 3 آلفا منهاشو با یه رنگ دیگه بذارم، منهای، بعد 4 بتا رو بنویس 7 آلفا 7 بتا منهای 3 بتا. خدایی خیلی مثال خفنیه. خودم هم حال حلش میکنم، حال میکنم، میگم دم اون ذهنی گرم که این رابطه ها رو گذاشت تو جزوه و پرسید از بچه ها. خودم هستم دیگه، به خودم میگم واقعا آفرین بهت که انقدر عالی هستی، دستت درد نکنه، اصلا مرسی که هستم. برای اینجا 10 آلفا منهای 4 بتا، 10 آلفا رو 7 آلفا می نویسم منهای 7 بتا، یعنی 10 رو و 4 رو بر حسب اون ضریب وسطشون، عدد وسطشون نوشتم که چه اتفاقی بیفته که اون حالا الان 7 آلفا رو با 7 بتا بگیرم، از یه 7 فاکتور بگیرم بگم آلفا منهای بتا، بعد اینا رو از یه دونه 3 فاکتور بگیرم بشه آلفای به اضافه بتا. خب 7 آلفای منهای بتا، 3 تا آلفای به اضافه بتا که تموم شد رفت. به جای آلفای به اضافه بتا فکر کنم 4 میذاشتیم، 3 4 تا اینجا میشه 12 تا. دی هم که رادیکال 2 بود، 2 رادیکال 2 بود. آفرین، دی 2 رادیکال 2. 7 تا 2 رادیکال 2 میشه 14 تا رادیکال 2 به علاوه 3 تا 4 تا هم 12 تا و تمام. به این صورت میشه. دوستان واسه please wait a moment please. If the equation is x power 2 minus 4.x plus 2 equals 0, has an equation like no.
this one. A point x power 2 plus b point x plus c equal 0. The general form of the equation power 2. چون بچه‌های ایرانی هم این ویدیو رو نگاه میکنن، منظورم این بود که در حالت کلی یک معادله درجه 2، منظورم اینه یک معادله درجه 2 در حالت کلی این رابطه برقرار باشه 9a به اضافه 3b به اضافه c مساویه با 0. آنگاه یک ریشه، بچه اینجا نگاه کنید، look at this. یه معادله داده ax به x و c، خب گفته این رابطه برقراره. تو با نگاه این رابطه و این رابطه چه چیزی میفهمی؟ دو تا رابطه رو یه نگاهی بنداز. با تطبیق دادن این دو تا رابطه این موضوعی رو باید بفهمی، یه نکته ای رو باید برات جلب توجه بکنه. این ریشه رو میتونی پیدا بکنی. دقت کنید تعریف ریشه اینه: عددی است که در صورت جایگذاری در معادله برابر با 0 بشه. خب حالا به نظرتون برای اینکه از این حالت جنرال و کلی به این برسیم، خب به جای x ها چند گذاشتیم؟ انگار ببین این الان استایل x2 اینجا شده 9a، اینجا به x اینجا شده 3، احتمالاً به جای x ها چند گذاشتیم؟ 3. یعنی 3 تو این معادله گذاشتی برابره با چند شده؟ 0. آنگاه یک ریشه قطعاً x مساویه با 3. گرفتی چی شد؟ با توجه به رابطه‌ای که داده قطعاً یک ریشه 3. و حالا مثلا ریشه دیگه اینجوری میتونه به دست بیاد. ادعا کنی که ضرب ریشه ها در این معادله شده 30 اوم، بعد یکی از ریشه هات خب 3، پس بتا مساوی میشه با طرف معلوم تقسیم بر ضریب مجهول که میشه 3 اوم. مثلا کلا می‌خواستم این رابطه، این استایل رابطه دادنه در یک حالت کلی درجه 2 رو بدونی داستانش چیه. بچهای عزیز دل من، این صفحه رو کامل تمرین کنید. خیلی مهمه، خیلی مهمه. حسابی تمرینش بکنید. در پارت بعدی همین فرایندمون روابط بین ریشه ها قراره همین صفحه رو با هم دیگه خیلی از حرف هایی که تو این صفحه زدیم استفاده بکنیم. پس به نظر من اصلا یه کاری کنید. این صفحه رو یه پاوز بزنید، ویدیو رو، این صفحه رو یه بار سعی کنید خودتون حل کنید، تمام نکاتش رو از رو تخته یادداشت بکنید تو جزوه‌تون، ادامه کار رو با من همراه باشید. اوکی بچه‌ها؟ پس یه پاوز بزنید، یه نگاهی بکنید فعلا. خب بچه‌ها رسیدیم به روابط بین ریشه ها. سوالاتی که توی نظام جدید خیلی مد شدن جدیدن و زیاد سوال میاد دیگه. بریم ببینیم که سوالاش چجوریه. من 2 تا تیپش کردم: روابط بین ریشه ها در یک معادله، روابط بین ریشه ها در 2 معادله. بریم ما هم بررسیش بکنیم. بچه ها مثلا مثال سی، یه رابطه‌ای بهتون میده بین ریشه ها، بعد یه معادله هم داده، گفته که شما برین مثلا ام رو پیدا بکنید. یا مثلا سوال 31 دوباره یه رابطه‌ای بین ریشه ها داده، سوال 32 رابطه‌ای بین ریشه ها داده و گفته شما برین پارامتر ام رو پیدا بکنید. خب من چند تا قدم بهتون بگم اگر رابطه بین ریشه ها تو یه معادله بهتون داد چجوری سوالو حل کنید. قدم اول خیلی مهمه، اونم نامگذاری ریشه ها و نوشتن رابطه ریاضی که سوال داده. حالا مثلا تو سوال سی خودش گفته آلفا 2 به اضافه بتا 2، ولی تو سوال 31 گفته یکی از جوابها 3 برابر جواب دیگر باشد. خب یعنی یه موقع‌هایی هستش بچه‌ها که جواب رو بهتون رابطه رو به صورت ریاضی بهتون نمیده، فارسی تعریف میکنه، شما باید رابطه رو خودتون بنویسین. این از این موضوع. پس نامگذاری ریشه ها و نوشتن رابطه ریاضی. دوم
محاسبه رابطه، این رابطه‌ای که دارن حالا باید محاسبه کنیم. دو جوره، یا معروفه. آقا منظورت از معروف چیه؟ مثل این بالاییاست، مثل ایناست که بهتون درس دادم گفتم خیلی مهمه. یا معروفه که خب اوک میزنی دیگه، یعنی اصلا بحثی نداره. مثلا گفتم مجموع مربعات ریشاتو می‌نویسی استو منهای 2p، میزنی میری دیگه، کاری نداریم، صحبتی نداره. دو، اگه معروف نبود، مثلا گفته یه ریشه 3 برابر ریشه دیگر است، یه ریشه مربع ریشه دیگر. اگه معروف نبود چی کار باید بکنی؟ با کمک SOP، نشان محاسبه رابطه، به کمک SOP دستگاه حل میکنی. یعنی اون خودش یه رابطه است، تو هم یه S به عنوان یه رابطه دیگه میزنی، یه P به عنوان یه رابطه دیگه میزنی، دستگاه حل میکنی که با هم راجبش صحبت میکنیم. اول وارد مثال C بشیم. تو تست C سوال گفته آلفا 2 به اضافه بتا 2 به اضافه گاما 2 شده 13. 3 تا ریشه داده. گفته در این معادله برقرار چند مقدار M یافت میشود. ببینید بچه‌ها، شما در این معادله احتمالاً 3 تا ریشه داریم به نام آلفا، بتا، گاما که یکی از ریشه‌هاش تابلوه. مثلا من به جای گاما میتونم بذارم 2، پس اینجا میشه 4. پس اگر این معادله دارای ریشه آلفا و بتا باشه، آلفا 2 به علاوه بتا 2 2 تا 2 که شده 4 میره اون ور میشه 9. پس آلفا 2 به اضافه بتا 2 تون شده 9. خب حالا داستان اصلی اینجاست که اگر آلفا 2 به اضافه بتا 2 بشه 9 در این معادله، آیا رابطه معروفیه؟ بله که معروفه، میدونمش. میشه S2 منهای 2P برابر با چند شده بچه ها؟ 9 شده. خب حالا میام تو اون معادله که ریشاش آلفا و بتا فرض کرده بودم SOP می نویسم. بچه ها S چی میشه فرمولش؟ S میشه منفی B اوم میشه منفی M، P میشه C اوم، M به علاوه 3. خب S رو به جاش میذارم، منفی M به توان 2 میرسه میشه M2 منهای 2 تا از اینا میشه منهای 2M منهای 6 منهای 9 مساویه با 0. پس از اینجا میشه M2 منهای 2M منهای 15 مساویه با 0. از اینجا یه M'مون میشه منفی 3، یه M'مون میشه 5. 2 تا M به دست اومد. و خیلی بچه ها میرن 2 مقدار M رو میزنن. ببین بچه ها، من یه تجربه تستزنی بهتون بدم، یعنی اصلا کاری به ریاضی و این مبحث ندارم، میخوام یه تجربه تستزنی بهت بگم. اصطلاحا قبلنا یه دوره هایی بود به عنوان مهندسی معکوس تست. خب این جزء تکنیک های تستزنیه. ببینید بچه ها، گزینه هاتون رو نگاه بکنید. توی گزینه ها خب اگر که دقت بکنید، خوب به من گوش بکنید. سوال گفته یه مقدار M، 2 مقدار M، هیچ مقدار M، 3 مقدار M. شما اگر آدم زرنگی باشین 2 مقدار M به دست آوردین، اولین گزینه ای که باید حذف بکنید 2 مقدار M. اتفاقا معمولا وقتی سبک گزینه ها به این صورت میشه، شما خیلی باید شک بکنید که آقا ممکنه این 2 مقدار M یکیش قابل قبول نباشه، ممکنه یکیش خوب نشه. سبک استایل گزینه ها تو نگاه کن، 1 مقدار، 2 مقدار، هیچ مقدار، 3 مقدار. یعنی خیلی امکان داره که یکی از اینا جالب نشه، یکی از اینا درست نشه. خیلی بچه ها حواستون رو جمع کنید، مخصوصا در روابط بین ریشه ها. اینجا بود که با هم دیگه یه صحبت هایی کرده بودیم. اینجاها این صفحه اگه یادت باشه نوشتم if delta more than 0، یعنی دلتات بزرگتر از 0 باشه. تو حواست باید باشه در سوالات روابط بین ریشه ها وقتی که پارامترها رو به دست میاری، اینها وقتی پارامترها محاسبه شدن،
حواست به علامت دلتا اون درجه 2 باش. تو الان میای ام مساوی با منفی ست رو تو معادله میذاری؟ اگه منفی 3 رو بذاری میشه x2 منهای 3x. اون منهای 3 واسه میره دیگه. این معادله الان دلتاش مثبته و اوکیه. اگر ام مساوی با 5 رو بذاریم چی بچه؟ میشه x2 به اضافه 5x به علاوه 8. دلتا اینو حساب بکنین منفی میشه. یعنی ام مساوی با 5 اصلا کاری با اون پرانتز دوم میکنه که اون پرانتز دوم اصلا ریشه ندهد، اصلا ریشه کنسل، خداحافظ. که تازه ریشه نده چجوری ممکنه مثلا آلفا 2 به اضافه بتا 2 تازه بشه فلان قدر. پس بچه این داستان کنسل، خوب نیستش و کلا دلتا بزرگتر از 0 میشه که یعنی یک مقدار ام قابل قبول هستش. حواستون به این داستان باشه. سوال 31 رو بریم. سوال گفته ازای کدام مقادیر m در معادله این یکی از جوابها 3 برابر جواب دیگر است. قدم اول تو این تیپ سوالا حرف بزن با من. قدم اول تو این تیپ سوالا حرف. قدم اول نامگذاری ریشه ها. ریشه ها رو باید نامگذاری کنیم. میگیم این معادله دارای ریشه آلفا و بتاه. نوشتن رابطه ریاضی آلفا مساویه با 3 بتاه. آیا معروفه؟ نه. معروف تیپ 1. توان 2 داشته، توان 3 داشته باشه، رادیکال داشته باشه، مساوی با علامت سوال میذاریم، توان 2 میرسیم، کسر باشه، مخرج مشترک میگیریم، دوباره فاکتور میگیریم، رادیکال داشته باشه، توان 2 میگیریم. اینا معروفه. ولی آلفا مساوی 3 بتا معروفه؟ نه، معروف نیست. خب پس آقای سلمانی باید چیکار بکنیم؟ خیلی ساده. خیلی شیک. یه بار اس مینویسی، میگی اس مساویه با آلفا به علاوه بتا میشه منفی بی اوم، میشه منفی 8m. P میشه آلفای ضرب در بتا میشه 30 اوم. 4m به اضافه 8 یکم. درسته؟ به جای آلفا میذاری 3 بتا. به جای آلفا میذاری 3 بتا. قراره دستگاه طور حل بکنیم دیگه، جایگزینی میکنیم. آلفا با 3 بتا برابره، میام پایین به جای آلفا ها رو برمیدارم 3 بتا میذارم. 3 بتا 1 بتا 4 بتا میشه منفی 8m. بتا میشه منفی 2m. پایین به جای آلفا دوباره میذارم 3 بتا. 3 بتا 1 بتا 4 بتا. 4 بتا مساوی میشه با 4m به اضافه 8. میتونیم از یه بتا فاکتور بگیریم از طرفین. 4 بتا 2 البته دیگه. بچه اصلا کن 3 تا. 3 تا بتا 2 مساویه با 4m به اضافه 8. به جای آلفا گذاشتم 3 بتا توی بتا میشه 3 بتا 2 مساوی با 4m به اضافه 8. اوکی. شبیه استایل دستگاه دارم حل میکنم دیگه. حالا تو رابطه بالا تو مگه نفهمیده بودی بتا با منفی 2m برابره؟ میای پایین به جای بتایی میذاری منفی 2m. منفی 2m به توان 2 میرسه، میشه 4m2 تو 3 ضرب میشه 12m2 منهای 4m منهای 8 مساویه با 0. همه رو آوردم یه طرف دیگه بچه ها. قبوله؟ به یه دونه 4 ساده میکنم میشه m2 منهای m منهای 2 مساویه با 0. تقسیم برای یه دونه عدد 4 کردم. پس بچه از اینجای کار اگر جمع این و این 3 به اضافه منفی 2 میشه مثبت 1. قرینه وسطی شده. پس یه ام من از اینجا میشه 1. یه ام من میشه 30 اوم، میشه منفی 2/3. 2 تا ام به دست آوردم. خب ولی لزومی نداره 2 تا ام قابل قبول باشه. بچه اگر ام مساوی 1 رو چک بکنید، علامت دلتاش رو بذاریم اینجا میشه x2 به علاوه 8x به علاوه 12 مساویه با 0 که دلتاش مثبته. اگر منفی 2/3 هم بچه القضا بذاریم دلتاش مثبت میشه و کلا گفته به ازای کدام مقادیر m به ازای 2 مقدار m. گزینه ها یعنی گزینه درست 2 مقدار m بود در این سوال.
سوال البته خیلی استثناء طوری بود که این اتفاق میفته. بچه اینجا تست 401 تجربی اشتباهه. تست 401 تجربی دقیقاً با همین ادبیات تست 31 از جزوه ما اومده بود. یعنی شما جزوه، حالا احتمالاً اطرافیانتون هستن کسی که پکیج ما رو داشته باشه سال قبلی، بریم مبحث درجه 2 اینو نگاه بکنید، بعد ایمانتون مضاعف بشه که کنکور از جزوه ما داره میاد. این ایمانتون خیلی، ایمانتون باعث تشدید ایمانتون میشه که چقدر سوالا از جزوه میاد. یه سوال کنکور 401 تجربی دقیقاً سوال همین سواله بود، دقیقاً همین سوال بود. الان هم میتونید برید نگاه کنید و اینم بدونید که تو جزوه های سال گذشته ما دقیقاً تست 31 بوده. ما واسه بچه‌ها حل کردیم، بچه میره سر جلسه عینشو میبینه و حل میکنه دیگه. چی بگیم؟ سوال 32 رو بریم. تست 32 میگه اگر در این معادله یکی از جوابها مربع جواب دیگر باشد. بچه‌ها تکنیک عوض نمیشه، سوال عوض میشه، سوال به سوال قرار سوالای جدیدی با هم حل بکنیم. تکنیک عوض نمیشه. تکنیک چیه آقا؟ روشی که بهت گفتم همون نامگذاری ریشه ها قدم به قدم. من میام ریشه های معادله‌مون رو نامگذاری میکنم آلفا و بتا، نوشتن رابطه یکی از جوابها مربع جواب دیگر باشد. بفرمایید. خیلی شیک. خب خدمت شما عرض شود که بعد گفتم رابطه رو می‌نویسیم، بعد اگر معروف نبود که معروف نیست چیکار میکنیم؟ میایم اس و پی میزنیم، میگیم آقا اس در این معادله مگه نمیشه آلفای به اضافه بتا مگه مساوی نمیشه با 12 و پی مگه نمیشه آلفای ضرب در بتا که مساوی میشه با 8m3؟ میگه آره. میگم خب بیا رابطه رو بنویسیم. رابطه چیه؟ به جای آلفا بذار بتا 2. بتا 2 به اضافه بتا شده 12 و اینجا اگر به جای آلفا بتا بذاری میشه بتا 2 در بتا، بتا 3 مساویه با 8m3 که بتا از اینجا میشه 2m. خب بچه از اینجا دو تا آپشن داریم، یا از رابطه پایینی 2m رو برداریم بندازیم بالا بشه 4m2 به اضافه 2m مساویه با 12، یا معادله بالا که بتا 2 به اضافه بتا مساویه با 12 شده رو بتا رو از توش پیدا بکنید. خب بچهای من به نظر من بتا رو از اینجا پیدا کنیم باحال‌تر باشه که یه بتا تون بشه فکر کنم 3، چون بچه 3 بذاریم میشه 3 بتا 9 به اضافه 3 12، یه بتا هم بذاریم منفی 4 16 منهای 4 بشه 12 که اگر پایین بذاریم یه اممون میشه 3/2، یه اممون هم میشه منفی 2، منفی 2 در 2 منفی 4، یکیش هم میشه 3/2. خب بچه اگر منفی 2 جایگذاری بکنیم قطعا دلتا مثبته. کی میتونه بگه چرا؟ من اصلا حساب نکردم ولی گفتم قطعا دلتا مثبته. کی میتونه بگه؟ یه لحظه بذارین تو ذهنت بذار ببین من چرا گفتم دلتا قطعا مثبته، اصلا بدون اینکه چک بکنم چیزی رو. به خاطر اینکه بچه آ مثبته، اگر ام رو منفی 2 بذاریم به توان 3 برسه منفی میشه، تو 8 ضرب بشه کاری ندارم چی میشه، اینجا چی میشه؟ منفی. اگه آسی منفی باشه گفته بودم قبلا بهت آسی منفی دلتا قطعا چیه؟ مثبته. خیلی نکته مهمیه، اگه یادت رفته بدون آسی منفی همیشه دلتا مثبته. 3/2 هم بذاریم دلتا مثبته و کلا اوکی. سوال مجموع مقادیر ممکن رو پرسیده، میشه منفی 2 به اضافه 3/2 که جواب میشه منفی 1/2. این هم از این دست. بریم سراغ مثال 33 34. 33 رو من قراره حل کنم، 34 رو خودت یه دستی قراره ببری سوالو حل بکنی، 35 هم که من میرم. بچه‌ها تست 33 تستی بود که مشابهاً توی عقل کل واسه بچه‌ها زده بودیم. خب کنکور 401 رشته ریاضی، اینم سوال کنکور مجدد بچه‌های رشته ریاضیه. ببینید داستان چیه تو مثال 33. گفته آلفا و بتا ریشه های این معادله هستند. خب آلفا و بتا ریشه های اینه. اگر آلفا کوچیکتر از بتا کوچیکتر از 0 باشه، به بچه این سبک رو نگاه بکنید. اینجا اومده بین ریشه ها تمایز قائل شده. من یه صحبتی با بچه ها همیشه میکنم، میگم آقا اگر که بین ریشه های شما
تمایز قائل شد، یعنی الان گفته بتا اون ریشه بزرگتر است، آلفا اون ریشه منفی کوچیکتر است. هرگاه بین ریشه ها تمایز قائل شد، این تقلبه که دارم بهت میرسونم توی تست درجه 2 بین ریشه ها تمایز قائل شد، احتمالاً تو باید بری یک ریشه رو به روش دلتا پیدا بکنی. احتمالاً تو باید بری یک ریشه رو به روش دلتا بری پیدا بکنی و به جای حالا معادله جایگذاری بکنی، یعنی مجبوری دلتا بزنی، ریشه تو با دلتا پیدا بکنی. احتمال خیلی قوی. گفته که و این رابطه رو داشته باشه مقدار آ کدام است. خب ریشه ها رو نامگذاری کرده، رابطه هم خودش ریاضی داده. رابطه بچه به ظاهر معروفه، ولی یه چیزی بگم، اینجا ما 2 بتا 2 داریم، اینجا 3 آلفا 2 داریم. من 3 آلفا 2 رو می نویسم آلفا 2 به اضافه 2 تا آلفا 2. چرا؟ که بتونم 2 آلفا 2 رو با 2 بتا 2 کاراشو انجام بدم. پس میگم آلفا 2 به اضافه 2 تا، بچه از یه 2 فاکتور بگیریم قبول داریم میشه آلفا 2 به اضافه بتا 2 که میشه S2 منهای 2P به این صورت مساویه با 12 رادیکال 2 به علاوه عدد 85. خب بریم به جای S و Pش جایگذاری بکنیم. بچه میشه آلفا 2 به علاوه، خب 2 تا پرانتز رو باز کنم، S توی معادله چنده؟ میشه منفی B اوم، میشه منفی 6 به توان 2 میرسه، میشه 36 منهای 2P. P چنده؟ P آه، 30 اوم آه، درسته؟ پس میشه منهای 2A. به این صورت قرار مساوی بشه با 12 رادیکال 2 به اضافه 85. تا اینجای کار که داریم 72 منهای 4A. خیلی چیز جذابی نداریم. بعد آلفا رو داشته باشیم، یعنی خود آلفا هم ریشه الان مجهول ما دیگه، آلفا رو که نمیدونیم چی. بعد چی کار کنیم؟ مثلا آلفا آ متفاوتن، آ پارامتر حاضر در مسئله است، آلفا ریشه است. خب بعد چی کار کنیم؟ آلفا رو بهت هم گفتم وقتی که بهت تمایز میده باید یکی از ریشه ها رو به روش دلتا بریم پیدا بکنیم. خب من میگم آقای روش دلتا شما چی بودی؟ روش دلتا میگه من به عنوان آلفا و بتا اینجوری میشدم منفی بی مثبت و منفی رادیکال دلتا که میشه 36 منهای 4A به روی 2. خب که میشه منفی 6 مثبت و منفیه. بچه زیر رادیکال از یه 4 فاکتور بگیرین، 4 میپره بیرون، میشه 2 میپره بیرون دیگه. پس میشه مثبت و منفی 2 تا رادیکال 9 منهای آ به روی 2. خب من آلفا میخوام با توجه به تمایزی که بین آلفا و بتا داده، آلفا ریشه کوچیک‌تر است. خب پس اگه با من موافق باشی آلفا میشه منفی همین دیگه، یعنی آلفا میشه منفیش، مثبتش رو دوست ندارم. پس میشه منفی 6 منهای رادیکال، بذار به 2 هم ساده بکنم دیگه، بنویسم منفی 3 منهای رادیکال 9 منهای آ. این میشه آلفا. به 2 هم ساده کردم. حالا تو این رابطه من چی میخوام؟ من آلفا 2 میخوام. اینو بذار بیارمش پایین یه ذره. خب آلفا 2 میخوام، آلفا رو به توان 2 میرسونم. بچه آلفا به توان 2 برسه، همین این به توان 2 میرسه دیگه، منفی 3 به توان 2 9 به اضافه رادیکاله به توان 2 برسه میشه 9 منهای آ به اضافه 2 برابر اولی در دومی. چون بچه جفتشون منهاان میشه مثبت 2 برابر اولی در دومی، 6 تا رادیکال خدمت شما عرض شود که 6 تا رادیکال 9 منهای آ به اضافه 72 منهای 4آ. این کلا باید مساوی بشه با 12 رادیکال 2 به اضافه 85. خب آقای سلمانی این معادله ها رو چجوری باید حل کنیم؟ ببین بچه این معادله سختیه، یعنی شما آهاش هم یکی بکنید، بگین 9 و 9 میشه 18 با 72 میشه 90 منهای آ منهای 4آ میشه منفی 5آ
یعنی بگی 90 منهای 5a به علاوه 6 تا رادیکال 9 منهای a باید بشه این. خب معادلتاً بخوای رسما حل کنی کار طولانی میشه، واقعا هم طولانی میشه. خب یعنی تو این معادله میخوای چجوری حل بکنی؟ معلم الکیا میگن که از گزینه ها حل بکنید. خب یعنی میگن که برو از گزینه ها سوالت رو حل بکن، به جای عدد بذار. ولی خب حالا مثلا اگه نمیشد چی؟ اگه از گزینه نمیشد همین معادله رو واقعی میخواستیم حل بکنیم، توی ترکیب تابع هم یه جا واسه معادلات رادیکالی گفته بودم عقل حضرت. اینجا هم میخوام بهت یه تکنیک بگم به نام عقل حضرت. عقل حضرت اینجا چی میگه؟ عقل حضرت میگه آقا این یه تیکه، عقل حضرت میگه این یه تیکه رادیکال داره، یه تیکه هم رادیکال داره. عقل حضرت میگه این یه تیکه رادیکال نداره، این یه تیکه هم رادیکال نداره. بی رادیکال ها باید با هم یکی بشن، با رادیکال ها هم با هم. یعنی منظورم اینه 6 تا رادیکال 9 منهای a همون 12 رادیکال 2 که الان 6 با 12 ساده میشه 2، طرف 9 تا 2 برسوی 9 منهای a میشه 8، a میشه 1. یا این کارو بکن، بگو 90 منهای 5a باید با 85 برابر باشه که از اینجا آت میشه 1. گزینه 1 فرقی نمیکنه، یک کدومو برو آقا جفتش برابر میشه، باید برابر بشه، نشه که نمیشه. پس عقل حضرت میگه در یک معادله این تیپی که عدد صحیح و رادیکال داره یه طرفش خیلی سخته حل کردنش. اگه مثلا اون 12 رادیکال 2 نبود باز بهتر بود. میدونی چرا؟ چون اون رادیکال اون نگه میداشت طرف اینو به تمام 2 میرسونی، ولی با حضور رادیکال و یک مجهول دیگه خیلی معادلش سخت میشه. به همین خاطر عقل حضرت اینجا حاکمه و سوال رو حل میکنه. دوستان عزیزم مثال 34 رو ببین، شده بمیری باید حل کنی. جوابش هم نمیدونم چم، فکر کنم گزینه 3 میشد. ولی اگر حل نکردی فوت کن. اینجوری فوت بمیری که نه، فوت کن اینجوری، انقدر فوت کن تا بمیری. آها خیلی گلابیه ها اگه حل نکنی ها. بدو منم می نویسمش، من خیلی توضیح نمیدم، ولی تو تا حل بکنی تقلب نکنی ها. خدایی تقلب کردی من راضی نیستم. مثلا اینم اینجا چی دارم بهتون، فکر کنم دستبندم هست بچه هنوز. اینا باور کنید با همین میام براتون. آره ولی اگه کسی حل کرد خب پول بهش میدم. مانی این سبزه فکر کنم الان حذف میشه، شما چیزی ندیدین چون سبزه آبید 2000 تومان. هر کی حل کرد سوالو خداییش بیاد بگه آقا من سوالو حل کردم 2 تومن بهش میدم، 2000 تومن بهش میدم. خوبه دیگه 2 تومن باش میتونید چی میدن الان؟ اون آدامس مثلا میتونید بگیرید، یا آدامس خرسی فکر کنم بیش نمیدونم، من خیلی وقت آدامس نخوردم. و یه چیزی دیگه میدن دیگه، یعنی بریم 2 تومن بدیم که دیگه فکر کنم یه چیزایی بهتون میدن دیگه. آره دیگه ولخرجیه دیگه بچه‌ها، باید آدم دست و دل باز باشه. بدو ببینم، بدو سوال حل کن. بدو آقا، بدو بابا. یه سکه 500 هم پیدا کردم تازه. نه واسه سال 1394 یادبود ولادت حضرت سامن الحجج. بعد برعکسه، این ورش رو بگیری این ورش صافه، بعد این وری میکنی این ورش کجه. شما فکر نکن ببینید این وری 500 صافه، این وریش میکنی. آقا بدو سوال حل کن ببینم. بدو منم ریز شروع کنم نوشتن. بدو عزیزم، بدو بابا. بدو عزیزم. اسم منهای سپی اسم
بچه این رابطه که اینجا بهتون دادم، خب این رابطه همون بتا ها، منظورم بتا کوچیکتر از آلفا کوچیکتر از صفره. حالا آبی نوشتم، این کنکور مجدد کلا مشکل تایپی هم داشت، این ما رو به اشتباه میندازه. این منظورم همون آلفا و بتا که کوچیکتر از صفره. بدو عزیزم. خب از یه 4 این تو فاکتور بگیرم 9 منهای 2a میمونه، میاد پشت میشه منفی 6 به اضافه منفی 2 تا رادیکال 9 منهای 2a 4. بعد به 2 هم میزنم میشه منفی 3 مثبت و منفی رادیکال 9 منهای 2a. این تازه ببین الان بتاش چی میشه؟ ببین بتا ریشه کوچیک‌تر است، پس باید منفیشو برداریم، مثبتش قابل قبول نیست. بعد توان 2 هم برسونیم، بتا 2 میخوام دیگه. بتا 2ش بچه چی میشه؟ بتا 2 شبیه به توان 2 9 به اضافه 9 منهای 2a، بعد 2 برابر اولی در دومی دیگه، جفتشون هم که منفی بود میشه مثبت 6 تا رادیکال 9 منهای 2a به روی چند؟ 4. خب بچه ها این کلا میشه یه 18 بهتون میده منهای 2a به اضافه 6 تا رادیکال 9 منهای 2a به روی 4 قرار مساوی به شما منفی 21 دوم به اضافه 3 دوم رادیکال 3. ببین اینجاست که میگم عقل حضرت واقعا چه عقلیست، بوس به کلش. ببین تو الان این معادله رو واقعا سخت میتونی حل بکنی، مخصوصا اینکه اون عدد مدداش رفته تقسیم بر 4 شده و واقعا سخته. ولی تو سمت راستت رو نگاه کن، سمت راست پارت رادیکالش چیه؟ 3 دوم رادیکال 3. سمت چپ پارت رادیکالش چیه؟ یه 6 تا رادیکال کوفت داره تقسیم بر 4. بگو این پارت های رادیکالی باید با هم یکی باشن. دلیلش هم اینه ها، تو سمت چپش هیچ پارت رادیکالی نداری دیگه، رادیکالی تولید نمیشه، پس همون رادیکالی که این بر هست باید رادیکال این بر رو تولید بکنه. پس میگم بچه 6 که با 4 ساده بشه 3، یعنی بشه 3 دوم رادیکال 9 منهای 2a مساویه با 3 دوم رادیکال 3 که از اینجا بچه این 3 دوم با این 3 دوم ساده میشه. 9 منهای 2a باید شخص 3 بشه، از اینجا عام میشه عدد 3. 9 منهای 6 بشه 3 دیگه، عام میشه 3 و گزینه 3 گزینه صحیح تستامه. خیلی واسه مهمه که این نکته رو کامل بلد باشی. مثال 35 رو بریم. در تست 35 سوال گفته که اگر A و B اعداد طبیعی و ریشه های این معادله باشند، دقت کنید بچه ها، آلفا و بتا نیستن ها، اینا واقعا آبی هن. آبی ریشه های این معادله هن که ضریب این معادله خودش بر حسب آبیه. گرفتی چی میگم؟ خودش بر حسب آبی نوشته شده. قبول؟ میفهمی داستان چیه دیگه؟ چه اتفاقی پس افتاد؟ یه بار دیگه من بگم. آبی ریشه های این معادلن، آلفا و بتا نیستن. آبی ریشه های این معادلن که ضرایب اون معادله که میبینی بر حسب آبی نوشته شدن همون ریشه هان. خب اوکی، چی کار میکنیم؟ رابطه ای که نداده من فارسی بنویسم، ریاضی بنویسمش، فقط یه SOP میزنم. بچه S مساوی میشه با A به اضافه B که مساوی میشه با A2 به علاوه B2 منهای 12. درسته بچه ها؟ یعنی خود آی به اضافه بی میشه A2 به اضافه B2 منهای 12. از طرفی پی که ضرب ریشه هاست، یعنی آی ضرب در بی شده آی به علاوه بی منهای 1. میبینی؟ میشه سی آم. بچه های من میدونن سی چیه دیگه، ضریب ایکس میشه 1، ضریب ایکس میشه بی و هر چی دیگه میمونه میشه سی. اوکی؟ خب ما الان باید این دستگاه رو حل بکنیم. ببینید بچه ها، آلفا 2 به اضافه بتا 2، A2 به اضافه B2
چون خود آبی ریشه های اون معادلن، من اینو میتونم بنویسم S2 منهای 2P منهای 12. قبوله؟ به جای آلفا 2 به اضافه بتا 2 نوشتم S2 منهای 2P که این باید مساوی بشه با آلفا به اضافه بتا، که آلفا به اضافه بتا خودش میشه S، یا اما آی به اضافه B که خودش میشه S. پس یه بار دیگه توضیح بدم من. اینجا نگاه کنید بچه ها، این باید با این چی شد؟ برابر میشد. خب از طرفی من اومدم اینو حساب کردم، شد این یه منهای 12 هم داشت، منهای 12 نوشتم مساوی باید بشه با این که این آلفا به اضافه بتا هم اسمشو گذاشتم S. خب حالا بچه ها به جای P که آی ضرب در B باشه میتونم بنویسم آی به اضافه B منهای 1 که خود آی به اضافه B اسمش چیه؟ S منهای 1. پس میام به جای P میذارم میشه S2 منهای 2 تا پرانتز باز S منهای 1 منهای 12 مساویه با S. به جای اون P این پایینیه رو نوشتم. حالا یه S2 دارم، یه منهای 2S دارم، با این میشه به علاوه 2 منهای 10 منهای 12 که میشه منهای 10 مساویه با S. از اینجا معادلم کلا میشه S2 منهای 3S منهای 10 مساویه با 0. بچه های من از اینجا S، یعنی این S که من اینجا نوشتم، برابر میشه با یا 5 یا S برابر میشه با منفی 2 که خب سوال مقدار آی به اضافه B رو پرسیده که منفی 2 در گزینه ها نیست و S مساویه با 5 تنها عدد قابل قبول در مسئله است. این همیشه از این. بچه ها من قبل از اینکه این روابط بین ریشه‌ها در دو معادله رو باهاتون شروع بکنم یه توضیح کوچیکی اینجا بهتون بدم. ببینید بچه ها ممکنه بگه که مثلا این که سوالش حل شد هیچی، حالا ممکن اسم مساوی با منفی 2 هم مثلا تو گزینه ها بذاره. خب بعد ولی یه صحبتی باهات بکنه، بگه که این منحنی مثلا محور X ها را در سمت راست مبدأ مختصات قطع کرده است. یعنی S مثبت باشه. ببین تعیین سوالم آی به اضافه B پرسیده دیگه، S هم خودش آی به اضافه B، S باید مثبت باشه. یا مثلا میگه که آقا این منحنی در قسمت مثبت محور X ها بر منحنی مماس است. مثلا چون مماسه خب دلتا صفره، بعد باید حواست باشه S باید مثبت باشه چون گفته بر قسمت مثبت مماسه. اگه مثلا میگه بر قسمت منفی مماسه S باید چی باشه؟ منفی باشه. یا مثلا بیا لحظه اینجا به این گفته اگر کمترین مقدار این تابع برابر با 2 باشه. خب اگر تو مثلا رفتی سوالو حل کردی 2 تا M به دست آوردی، باید یه موضوعی حواست باشه، وقتی که میگه کمترین مقدار یعنی تابع دارای مینیمومه، یعنی آت مثبته، یعنی M بزرگتر از صفره. حالا اگه وسط یه تستی بگه کمترین مقدار بیشترین مقدار یعنی تابع دارای ماکسیمومه، پس آ ضریب X2 باید منفی باشه. میدونی چی میگم؟ حواست به این ادبیات های مسئله باشه. بر قسمت مثبت محور X مماس است، بر قسمت منفی مماس است. ماکسیموم مقدار تابع، بیشترین مقدار تابع، بالاترین نقطه تابع، اینا همه میشه ماکسیموم، یعنی آ ضریب X باید منفی باشه. کمترین مقدار تابع، پایین ترین نقطه تابع، اینا همه یعنی مینیموم، یعنی آت چی عزیزم؟ مثبت هستش. به این ادبیات ها دقت بکن. معمولا آخر مسئله وقتی که 2 تا جواب به دست میاری باید اینا رو چک بکنی که ببینی کدومش قابل قبوله و کدومش غیر قابل قبوله. پس بچه این میشه از داستان روابط بین ریشه ها در یک معادله، یعنی یه معادله بهتون داده میشه و ازتون پارامتر پرسیده میشه، اما قراره توی این صفحه با همدیگه روابط بین ریشه ها در دو معادله رو بررسی بکنیم. سوالات خیلی مهمی هستن. آخرین بارم کنکور 1400 تست بوده که براتون گذاشتمش، میشه مثل تست 40. البته 401 99 ریاضی 99 ریاضی هم تست بوده، 1400 هم تست بوده، تست 40 میشه و همین. بریم با هم دیگه بچه‌ها فقط قبلی‌ها رو یه مرور بکنید. اون صفحه روابط بین ریشه‌های معروف هم هست که گفتم مهمه، اونم یه مرور بکنیم بعد بیایم اینجا. خب بچه‌ها
قرار با همدیگه این روابط بین ریشه ها رو در دو معادله با همدیگه بررسی بکنیم. یعنی توی سوال دو تا رابطه، دو تا معادله بهم داده شده و یه ارتباطی بین ریشه های این دو تا معادله بهم داده، گفته تو برو فلان پارامتر رو پیدا کن. ببین باید چی کار بکنیم. سوال 37 بچه‌ها، قبل از اینکه من سوال این بالایی و 36 رو برم، سوال 37 رو بخونیم ببینیم فضای چیه، بعد حالا برمیگردیم کارا رو انجام میدیم. ببینید بچه‌ها، سوال اینجوریه، میگه آلفا و بتا ریشه های اینه، بعد میگه شما برو کارو تو این معادله یه جوری پیدا کن که ریشه هاش به این صورت باشه. میبینی؟ یا مثلا میگه ریشه های مربع ریشه های اینه، شما برو مثلا کارو پیدا کن. یا میگه آلفا و بتا ریشه های اینه، تو برو معادله رسما بنویس که ریشه‌اش از معکوس ریشه های معادله بالا یک واحد کمتر باشد. یا میگه فرض کنید x1 و x2 ریشه های اینن، مثلا اینو لحظه درستش کنم، x2 منفی x2 رو میارم این طرف به اضافه x منهای 5 مساوی با 0. فرض کنید x1 و x2 ریشه های اینن، ریشه های کدام معادله به این صورت هست. میبینی یه معادله‌ای در حالت ابتدایی اول داریم، خب بعدش چیزی که ما میخواهیم به دست بیاریم یک معادله جدیده. حالا یا معادله کلا نیست مثل این سواله و این سواله، یعنی اصلا میخواد یه معادله جدیدی رسما بنویسی، یا نه یه پارامتری رو تو معادله دومه میپرسه. ببین بچه‌ها، در حالت کلی اگر که خواستین معادله جدیدی بنویسین رسما با داشتن ریشه ها، اینجوریه، میشه x2 منهای sx به علاوه p مساویه با 0. یعنی اگر خواستین یک معادله تولید بکنید، به وجود بیارین، باید یه s داشته باشین یه p. مثلا الان اینجا یکی از ریشه ها 3، یکی از ریشه ها 5، پس میگم s اینا میشه 8، p اینا میشه 15. پس معادله من میشه x2 منهای 8x به علاوه 15 مساویه با 0. اوکی؟ این میشه معادله من. اما اینا سوال 37 38 نه یه ذره متفاوت‌تر و سخت‌تر هستن طبیعتاً. قبل از اینکه من روش حل سوالاتش رو بگم، روش حل سوالات، بیاین یه تست هم از تمرین کتاب درسی براتون بزنم ببینید چی میگه. میگه معادله درجه دومی با ضرایب گویا بنویسید. یعنی ضرایب گویا هستن، منظور از گویا بودن. به ما معادلمون رو اینجوری می‌نویسیم x2 منهای sx به اضافه p مساویه با 0. خب ضریب x2 که یک گویاست، s گویاست، p گویاست. می‌بینید اینا همه گویان. خب با ضرایب گویا میگه که وقتی میگه ضرایب گویا باشن، یک و s و p باید گویا باشن که یکی از ریشه هایش منفی 1 به اضافه رادیکال 5 باشه. ببینید بچا داستان چیه؟ داستان اینه که یکی از ریشه ها گنگ، الان گنگ رادیکال داره، ولی سوال از تو میخواد تو بری کاری بکنی که اس و پی چی باشه؟ گویا باشه. چجوری این اتفاق میفته؟ خیلی ساده. ببین تو باید اون یکی ریشه تو الان یه ریشت اینه دیگه، یعنی یه ریشت هست منفی که به علاوه رادیکال 5، تو باید بری اون یکی ریشت رو جوری بسازی که رادیکالش بره و که تو جمع رادیکالش بره، تو ضربم رادیکالش بره. چجوری بسازیمش؟ نکته‌ای که وجود داره اینه بچه ها، اون یکی ریشه باید مزدوج این ریشه باشه. یعنی اگه یه ریشه هست منفی 1 به علاوه رادیکال 5، اون یکی باشه منفی 1 منهای رادیکال 5. چرا؟ چون هم جمعشون کنیم رادیکال 5 با منفی رادیکال 5 میره و هم اگر ضربشون بکنیم میشه 1 منهای 5 مزدوج میشه. پس الان جمع این دوتا منفی 2 ضربشون هم میشه 1 منهای 5 میشه منفی 4. s منفی 2 p منفی 4. حالا معادله من میشه x2 منهای sx به اضافه p مساویه با 0. میشه x2 به اضافه 2x منهای 4. همین. خیلی شیک و مجلسی تموم شد. x2 به اضافه 2x منهای 4 مساویه با 0. خیلی بچه‌ها مهمه این رابطه که بهتون گفتم. اگر که ضرایب گویا باشه، یکی از ریشه ها رادیکالی باشه، اون یکی ریشه 100% باید چی باشه؟ مزدوجش باشه. خب اما بریم سراغ روش حل سوالاتی که روابط بین ریشه ها در دو معادله داده میشه و ببینید چجوری حلش میکنیم.
در قدم اول بچه مثل اون جا نامگذاری و نوشتن رابطه است. در قدم دوم با توجه به پارامتر خواسته شده سعی کن یا از S یا از P اگه مجبور شدی از جفتش استفاده کنی با توجه به پارامتر خواسته شده. الان اینجا تست 37 رو نگاه کن. میگه آلفا و بتا ریشه های این معادله هستند. به ازای کدام مقدار کا مجموع جواب های این معادله به صورت این و اینه. خب باید چی بگی؟ خوب به من گوش کن. من میگم اول ریشه ها رو نامگذاری کنم. ریشه ها اینو اسمش رو بذارم آلفا پریم و بتا پریم. میگم آلفا پریم هست آلفا 2 بتا، بتا پریم هست آلفا بتا 2. خب پس اول نامگذاری میکنیم آلفا پریم آلفا 2 بتا، بتا پریم آلفا بتا 2. خب این میشه نامگذاری ریشه ها و نوشتن رابطه. بعد میبینی سوال چه پارامتری رو پرسیده. بچه ها سوال گفته پارامتر کا کدام است. اوکی گفته کا کدام است. کا بعد با خودت این استدلال رو بکنی. کا در معادله اول یا دوم. فهمیدی سوالو؟ معادله اول یا دوم. جواب میدی دوم. در جمع ریشه های معادله دوم ظاهر می شود یا در ضرب ریشه های معادله دوم؟ در کدوم؟ در جمع دومیه. پس چی شد؟ کا اون پارامتری که خواسته شده در معادله اول یا دوم؟ دوم. تو جمع ریشه های معادله دومه. پس تو باید آلفا پریم رو با بتا پریم جمع بکنی. تنها نکته این مسائل اینه که ببینی در اون معادله دوم چه پارامتری مد نظر مسئله است. جمع تو ضرب اون پارامتر کجاست، تو بری همونو حساب بکنی. مثلا الان من میام آلفا پریم رو به اضافه بتا پریم میکنم. آلفا پریم بتا پریم اسمشو خودمون گذاشته بودیم، ریشه های معادله دوم بودن که میشه منفی کا هشتم. این مساوی میشه با، خب پس میای جمع تو معادله دوم میزنی. حالا با استفاده از رابطه‌ای که سوال بهت داده بود میری آلفا پریم به اضافه بتا پریم رو با استفاده از معادله اولت پیدا میکنی. یعنی تمام داستان اینه، تو میای اون پارامتری که میخوای رو مینویسی. حالا باید اونو محاسبه کنی. چجوری محاسبه میکنی؟ به کمک رابطه‌ای که تو معادله اول داری. الان تو میدونی آلفا پریمت هست آلفا 2 بتا، بتا پریمت هست آلفا بتا 2. پس سمت راست رو الان میتونم حساب بکنم. سمت راست رو حساب بکنم از یه آلفا بتا فاکتور میگیرم، میشه آلفا به اضافه بتا که مساوی میشه با بچه آلفا ضرب در بتا میشه سی اوم منفی 1/2. آلفا به اضافه بتا میشه منفی بی اوم میشه 3/2. 2 تا 4 تا با این ساده میشه 2 منفی کا دومت شده منفی 3. از اینجا کا میشه مثبت 6. فقط به این موضوع خیلی حواستو جمع کن. اگر که سوال ها رو گفته بود به ازای کدام مقدار کا و کا هم تو گزینه‌ها بود و تست حل میشد، ولی اگه گزینه‌هات هیچ مقدار کا داشت، کا رو حتما توی معادلت جایگذاری بکن و علامت دلتا رو چک بکن. البته تو این معادله در کلیت امر چون آسی منفیه کا هرچی باشه دلتا مثبته، ولی در کل حرفم بهت، یعنی به خاطر این سوال اختصاصا نیست. نه از بریم سوال 38. ببینید قشنگ تو همین فضا میخوام سوال رو حل بکنم. گفته ریشه های معادله این از مربع ریشه های معادله این یک واحد بیشتر است. قدم اول نوشتن رابطه و نامگذاریه. خب گفته ریشه های معادله اسمش رو حتی نذاشته، من میذارم آلفا و بتا. از مربع ریشه های دیگه اسمش رو میذارم آلفا پریم و بتا پریم. بریم رابطه رو بنویسیم. گفته ریشه های این از مربع ریشه های این یک واحد بیشتر است. این میشه رابطه.
اوکی. بعد ببینیم سوال چه پارامتری پرسیده. سوال گفته اگر L منفی باشه کا کدام است؟ بچه‌ها کا در معادله اول یا دوم؟ معادله دوم ریشه‌اش چی بود؟ آلفا پریم بتا پریم. در جمع آلفا پریم بتا پریم ظاهر میشه، در ضربشون، در جمعشون. پس کافیه که شما بنویسین آلفا پریم به علاوه بتا پریم مساویه با منفی کا. اوکی. الان اگر آلفا پریم و بتا پریم رو پیدا بکنیم تست رو زدیم. خب چجوری این اتفاق میفته؟ میگم آقا آلفا پریم مساوی میشه با مثبت و منفی رادیکال آلفا منهای 1. اینجوریه که بچه یک رفته اون طرف تساوی شده آلفا منهای 1. یه جذر گرفتم که مثبت و منفی میذارم. بتا پریم هم مساوی میشه با مثبت و منفی رادیکال بتای منهای 1. مثل همون بالاییه. حالا آقا مثبتاشو برداریم منفیاشو برداریم. بچه دقت کنید سوال گفته L منفی باشه. وقتی میگه L منفی یعنی آلفا پریم ضرب در بتا پریم منفیه. چرا؟ چون آلفا پریم ضرب در بتا پریم میشه سی اوم، یعنی L یکم میشه L. وقتی ضرب ریشه ها منفی شده یعنی یکی مثبت بوده یکی منفی. منم اینجا همین کارو میکنم. مثلا آلفا رو مثبتشو برمیدارم، بتا رو منفیشو برمیدارم. گرفتی چی شد؟ پس وقتی جذر میگیری مثبت و منفی میذاری، چون گفته ضربشون منفی، یکی مثبت یکی منفی، فرقی نمیکنه کدوم بچه‌ها. حالا میام چیکار میکنم؟ به جای آلفا پریم میذارم رادیکال آلفا منهای 1 به اضافه منهای رادیکال بتا منهای 1 مساویه با منفی کا. به این صورت میشه. الان من اینو حساب بکنید دیگه که محاسبه این خیلی کار سختی نیست. کافیه طرفینش رو به توان 2 برسونیم، میشه آلفا منهای 1 به اضافه بتا منهای 1 یعنی اولی به توان 2 به علاوه دومی به توان 2 منهای 2 برابر رادیکال این در این که بچه میشه آلفا بتا، یه منها فاکتور بگیرم آلفا به اضافه بتا به اضافه 1 میشه منهای آلفا منهای بتا که از یه منفی فاکتور گرفتم دیگه، که مساوی میشه با کا به توان 2. اوکی. خب حالا بچه های عزیز دل من، بچه های عزیز من، آلفا به تو این معادله رو لطفا یه نگاهی بندازین. اینو بچه ها از اینجا مگه آلفا به اضافه بتا 13 نمیشه؟ آلفا ضرب در بتا هم 13. خب بریم جاگذاری بکنیم. بچه آلفا به اضافه بتا میشه 13 منهای این دوتا یک بشه جوابش میشه 11 منهای دوتا رادیکال گنده. آلفا ضرب در بتا 13 منهای 13 به اضافه 1 مساوی میشه با کا2. از اینجا یا اینا که میشن 2، 11 منهای 2 هم میشه 9 مساویه با کا2. از اینجا کا میشه مثبت و منفیه 3. و جفت اینا دوباره قابل قبولن. چرا؟ چون L منفیه و در ضریب x تو ضرب بشه میشه آسی منفی که دلتا مثبته. پس جفتشون قابل قبولن. اینم سراسری ریاضی 99 بود. تست قشنگی بود. اما 2 تا تست میخوام براتون بزنم. سراسری تجربی 95 و تجربی 1400. اینم که 99 ریاضی بود. بریم ببینیم داستان چیه. ببینید بچه‌ها، این دفعه معادله دوم بالکل در گزینه هاست. سوال گفته آلفا و بتا ریشه های معادله اینن. ریشه های کدام معادله؟ از معکوس ریشه های معادله بالا. یعنی دیگه نیومده یه پارامتر به خصوص بگه اون پارامتر رو پیدا کن. گفته نه برو معادله بنویس رسما. خب ما قدم اول اون چیه؟ نامگذاری ریشه ها. گفته آلفا و بتا اینه. ریشه های کدام معادله؟ اسمشو میذارم آلفا پریم و بتا پریم. از معکوس ریشه های معادله بالا یک واحد کمتر است. پس میگم آلفا پریم میشه یک آلفا اوم منهای 1 واسطه. آلفا پریم میشه یک آلفا اوم منهای 1، بتا پریم میشه یک بتا اوم منهای 1. اوکی. یعنی من الان میخوام برم که یک معادله بنویسم. حالا چجوری این کارو میکنیم بچه‌ها؟ برای اینکه معادله بنویسیم ما میدونیم بعد بنویسیم x2 منهای sx به اضافه p مساویه با 0. بهتره بنویسم s پریم و p پریم، چون ریشه های معادله‌ای که ما می‌نویسیم اسمشون چیه؟ آلفا پریم و بتا پریم. حالا بچه‌ها خوب به من گوش بکنید. وقتی که می‌خواین شما یک معادله درجه 2 بنویسین، اگر اون معادله درجه 2 جدیده توی گزینه هاتون بود، یه کار قشنگ میتونین بکنین.
یه نگاهی به گزینه هاتون بکنین. بچه نگاهی بکنید تو گزینه ها، همه گزینه ها چیشون با هم متفاوته. نگاه اندازین. اگر با من موافق باشی مجموع ریشه های همه گزینه ها داره به یک عدد متفاوتی اشاره میکنه. قبوله؟ پس در نتیجه اتفاقی که بچه ها برای ما میفته، خوب به من گوش کنید. کاری که من میتونم بکنم اینه بیام بگم آقا تو گزینه ها اس همشون متفاوته. به جای اینکه اول بیای بشینی همزمان اس و پی حساب بکنی، سرتو بگی بالا گزینه ها تو نگاه کن. تو گزینه ها میبینی که اس با هم متفاوته. فقط تو اگر این اس پریمه که میشه آلفا پریمه به اضافه بتا پریم رو حساب بکنی، تستتو زدی. یعنی نیازی نیستش بشینی ضرب حساب بکنی که بچه اینم چجوری حساب میشه. میشه 1 بر آلفا به اضافه 1 بر بتا منهای 2. درسته؟ منهای یکاشو با هم نوشتم که این مساوی میشه با مخرج مشترک بگیریم آلفا به اضافه بتا، آلفا ضرب نره بتا منهای 2. خب اس چی بود بچه ها؟ اس بود مجموع ریشه ها. درست میگم؟ مجموع ریشه های معادله اول که میشه 3/2. پی بود ضرب ریشه ها که میشه -1/2 که بچه ها 2 با 2 ساده میشه -3. پس اس پریم شما مساوی میشه با -3 منهای 2 که در کل میشه -5. -3 منهای 2 که در کل میشه -5. یعنی گزینه ای درسته که اسش تا اینجای کار بشه -5. گزینه 4 گزینه صحیح تستمونه که شما پارت اول معادلت رو ببینی میشه x2 به علاوه 5x. x2 به علاوه 5x به این صورت میشه. حالا اما اومد و خب 2 تا گزینه شبیه همدیگه شد. چی کار میکنیم؟ پیش هم حساب میکنیم. یعنی میگی 1 با این رنگ حساب کنیم 1 آلفا منهای 1 در 1 بتا منهای 1 که این مساوی میشه با 1 بر آلفا بتا. از یه منفی فاکتور میگیرم 1 آلفا به اضافه 1 بتا به علاوه 1 که بچه ها پیمون شده بود -1/2. تو مخرج بذاریم -1/2. تو مخرج بذاریم -1/2 میاد بالا میشه -2. اینم همین بالا سرش حساب کرده بودی شده بود -3 دیگه. توی منفی ضرب میشه -3 به اضافه 1 که کلا جوابش میشه 2. یعنی این پارت پی هم باید بشه 2 که گزینه 4 گزینه صحیح تستمون میشه. همینه. میخوای معادله جدید بنویسی، الان کنکور 1400 میخوای معادله درجه 2 جدید بنویسی، بعد اینجوری بری. به این سوال گفته آلفا و بتا. بچا من چون با x1 رو حل نمی‌کنم آلفا و بتا میذارم. آلفا و بتا ریشه های معادله است. گفته ریشه های کدام معادله؟ آلفا پریم بتا پریم. یعنی اینو داده آلفا پریم، اینو داده بتا پریم. اول نوشتن رابطه قشنگ می‌نویسم آلفا پریم میشه 1 بر آلفا به اضافه 1 به توان 3، بتا پریم مساوی میشه با 1 بر بتا به اضافه 1 به توان 3. حالا سوال گفته آقا ریشه های کدام معادله؟ من باید از خودم برم بشینم معادله بنویسم. چجوری می‌نویسیم؟ x2 منهای sx به اضافه p مساویه با 0. اوکی؟ خب حالا اینجا رو بخوایم معادله بنویسیم دوباره میایم تو گزینه ها. گزینه ها میام اساشون رو بررسی میکنم. گزینه 1 اسش میشه -1625. گزینه 2 اگر اون 16 بره اون طرف خودش میشه -16، اسش میشه -1625. و گزینه 3 و 4 هم دوباره اساشون متفاوته. یعنی شما یه اس پریم حساب بکنید تستو زدین. خب بیا بریم حساب بکنیم. میشه آلفا پریم به اضافه بتا پریم مساویه با 1 بر آلفا به اضافه 1 به توان 3 به اضافه 1 بر بتا به اضافه 1 به توان 3. اما این از اون مدلایی نیستش که تو راحت حسابش بکنی. یعنی از این مدلای تیپ 1 نیست خیلی معروف باشه. آره اگه 1 به روی آلفا 3 به اضافه 1 به روی بتا 3 بود، آره ببین 1 به روی آلفا 3 به اضافه 1 به روی بتا 3. اینو چیکار می‌کردیم بچه‌ها؟ یه مخرج مشترک می‌گرفتیم، میشد آلفا به اضافه بتا به توان 3، پای میشد آلفا 3 بتا 3 که آلفا 3 بتا 3 همون پی به توان 3 بالا هم میشه اس منهای 3 پی اس. این کاری نداره.
ولی چرا پایین سخت شد؟ یه دونه یک کنارشه. چقدر خوش رنگ نوشتم. ببینم باریکلا خدایی سلیقه رو حال کنید. بعد شما مثلا جزوه‌های بعضیاتون رو من دیدم دیگه، یه رنگ کر و کثیف، توضیحات رو ننوشتی. بچه‌ها خواهشاً توضیحات، حرفا، سخنا، اینورا اونورا قشنگ بنویسین. خب اما این جز روابطیه که مستقیما نمیتونم الان به SOP تبدیلش بکنم و اگر هم تبدیلش بکنید و مخرج مشترک بگیرید و بازش کنید حساب میشه، ولی خیلی سخت حساب میشه. چیکار کنیم در این موارد؟ یادتون باشه گفتیم از معادلمون استفاده میکنیم. بچه اینی که این بالا نوشتم معادله بود دیگه، یه کپی بگیرم بیارم اینجا پیستش کنم. خب این بود دیگه. من میام آلفامو میندازم تو معادله، میشه آلفا 2 به اضافه آلفا منهای 5 مساوی با 0. آلفا به اضافه 1 میخوام، از یه آلفا فاکتور میگیرم، میشه آلفا در آلفا به اضافه 1 میشه 5. پس در نتیجه آلفا به اضافه 1 میشه 5 آلفا. به جای آلفا به اضافه 1 میذارم 5 آلفا. به توان 3 برسه میشه 125 به روی آلفا 3. 1 به روی این بشه کلن چی میشه؟ میشه آلفا 3 به روی 125 به اضافه این کارا رو واسه اینم بکنیم میشه بتا 3 به روی 125. ببین من اینو اینجا مثلا یکیشو بنویسم برات، میشه 1 به روی 125 به روی آلفا 3 که به این مثلا یه مخرج 1 بدیم نزدیک در نزدیک دور در دور این پایینی میشه که بچه اینم مساوی میشه با، اگه بخواید اینو حسابش کنید 125 بالاست S منهای 3 پی S که در این معادله S میشه منفی 1، P میشه منفی 5 که بریم اینو بنویسیم جوابشو. بچه میشه منفی 1 به اضافه منفی 15 به روی 125 که مساوی میشه با منفی 16 به روی 125. یعنی تا الان کار گزینه‌ای درست است که اسش بشه منفی 16 به روی 125 که گزینه 1 تنها گزینه‌ایه که این آپشن رو به ما میده. اینها اوکی چه منفی 16 به روی 125. اما اگر خواستیم پی هم حساب بکنید مشکلی نیستش. پ پریم ما مساوی میشه با آلفا پریم در بتا پریم مساوی میشه، به جای اینکه اون ریشه بدا رو ضرب بکنیم میایم این ریشه خوبا رو ضرب میکنیم، میگیم آلفا 3 ضرب در بتا 3 به روی چند چی شد واسه به جای این به جای آلفا پریم بذاریم آلفا 3 به روی 125. اینه که گذاشتیم یه لحظه بچه. آره دیگه آلفا 3 به روی 125 آلفا 3 به روی 125 ضرب داره به جای بتا پریم هم چی بذاریم؟ بتا 3 به روی 125. به این صورت میشه که کلا بچه ها پایینش میشه 125 در 125 بالا میشه پی به توان 3 چون آلفا 3 بتا 3 میشه پی به توان 3. پی منفی 5 به توان 3 برسه میشه منفی 125. این با این میره جوابش میشه منفی 1 به روی 125 که بچه ها گزینه درسته پیش بشه منفی 125 که گزینه 1 رو اصلاحی باید بکنید. این بچه این مساویه با الان سورس سوالم میارم این مساویه با 1 بوده که بیاره این طرف میشه منفی 1 و پیش هم میشه منفی 1 125. این هم سورس خود سواله تجربی 1400 کنکور تجربی 1400. این سوال 128 تون میشه. موقعی که من داشتم مینوشتم اونو به اضافه 1 نوشتم. این مساویه با 1 که بیاد این طرف تساوی میشه منفی 1 و کار تموم میشه. این هم از این سوال 129 130 تو مثلثات چک باهاتون بکنم. 127 هم که حل کردم براتون دیگه عیناً تو همین درجه 2. دوستان این میشه از روابط بین ریشه ها. در قسمت بعدی میتونین رأس سهمی رو مشاهده بکنین. خیلی دوستتون دارم، مراقب خودتون باشین. خدا نگهدارتون.